زحمت بس درو خب دیگه اینه جان. سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. آقا تو این ویدیو میخوام بهتون یه فیلم خفن ایرانی معرفی کنم. تازه نسخه آنلاینش اومده، میتونین از کانالای تلگرامی دانلودش بکنید که حالا اگه امکانش باشه من لینکشو قرار میدم واسهتون. ببینید دوستان، فیلمی که قرار امروز بهتون معرفی کنیم فیلم سکام حبسه که بازیگراش محسن تنابنده و پریناز ایزدیارم. پرینازم که اصلا حرف نداره، راجبش حرف زدنی نیستش. ببینید دوستان، موضوع این فیلم از این قراره که محسن تنابنده کارش فروش لوازم یک بار مصرف بوده، مثل ظروف یک بار مصرف و اینا، و پریناز خانم کارش ساخت عروسک بوده. خلاصه اینا وضع مالیشون زیاد خیلی خوب نبود. یه ماشین قسطی خریده بودن، یه پراید قسطی برداشته بودن و همینطور یه خونه قسطی هم ثبت نام کرده بودن. دیگه من موارد حاشیه‌ایشو ول میکنم. یه روز که محسن تنابنده موتورشو گرفته بودن توی خیابون، مامورا موتورشو میگیرن، مجبور میشه با ماشین بره سر کار. با ماشین که میره سر کار، بعد یه مدت زنگ میزنه به پریناز که میگه بیا خونه، تصادف کردم. این برمیگرده خونه، میبینه محسن تنابنده افتاده زمین و از اوضاعش اصلا خوب نیست، سرش هم ضربه خورده. توی این بخش پریناز خیلی میخواد که محسن تنابنده رو ببره بیمارستان، ولی محسن تنابنده میگه نه، حالم خوب میشه و میمونه توی خونه. شب که میشه، حال محسن تنابنده خراب میشه و به خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده بود و یه لخته خون تو سرش ایجاد شده بود، سمت راست بدنش فلج میشه. خلاصه اینو میبرن بیمارستان که اونجا تازه محسن تنابنده به پریناز میگه اگه پلیس اومد دم در رو باز نکن، که همین اتفاق هم میفته. وقتی پریناز برمیگرده خونه، مامورا میریزن جلو در خونه که میگن میخوایم خونه رو بگردیم و اینا. پریناز شک میکنه که واسه تصادف که نیازی نیست خونه رو بگردن، واسه چه که برگشتی هم نیازی نیست خونه رو جستجو کنن. واسه همین زنگ میزنه داداشش میگه فقط واسه مواد و قتل میان خونه رو بگردن. خلاصه پریناز دوباره برمیگرده بیمارستان که طی یه جریانایی من نمیخوام اسپویل کنم، متوجه میشه محسن 1 ساله که از کارش اخراج شده و داره مواد میفروشه و کل خرجایی که میکرده پولش از همین راه در میاره. خلاصه میره سراغ محسن تنابنده. محسن بهش میگه که آقا من 1.5 کیلو مواد، 2 کیلو مواد تو ماشین جاساز کردم، برو اونا رو بردار. این میره مواد رو ور میداره. طی جریانایی مواد رو یه جا قایم میکنه. یه بار پرستار همون بیمارستان مواد رو ازش میدزده که میره اونا رو پس میگیره. بعد که برمیگرده بیمارستان، دکتر بیمارستان میگه که شوهرت باید عمل بشه و نیاز به 150 میلیون پول داری. که خب اینجا پریناز مجبور میشه بره مواد رو خودش به صورت خورده بفروشه، که چون وارد نبوده میگیرن میزنن، مواد رو ازش میدزدن. اوکی، تا اینجا این فیلم که داستان این بوده. بعد این ناامید میشه، خلاصه برمیگرده بیمارستان با گریه و زاری و فلان و اینا. محسن میگه که من یه جا دیگه هم مواد قایم کردم. مواد کجا بوده؟ توی همون موتوری بوده که مامورا ازش گرفتن. خلاصه میرن اونجا مواد رو ور میدارن، با همدیگه میرن مواد رو بفروشن که پولشون رو یه جوری زنده کنن. سراغ چند تا آشنا میرن. آخرین جایی که قرار بود برن، میرن سراغ یه جای ناآشنا که محسن به پریناز میگه تو نه، یا آشنا نیستش. این میگه نه، منم باهات میام و فلان و اینا. خلاصه میرن تو حیات یارو. 2 نفر اینجا حمله میکنن به محسن و محسن هم چون سمت راست بدنش فلج بوده هیچ کاری نمیتونسته بکنه. میان مواد رو از پریناز میگیرن، خود پریناز هم میبرن که باش داستان بکنن و دیگه خودتون میدونین منظورم از داستان چیه دیگه. اینجا 2 3 نفر سعی میکنن که باش داستان بکنن، چون دیگه هیچ راهی هم نداشته دیگه. که خلاصه من ادامهشو نمیگم، خودتون میتونین فیلمو دانلود کنین و ببینین. اگه دوست داشته باشین من فیلم ها رو تا آخر تعریف کنم، آخرش هم بگم، میتونین توی کامنت ها بنویسین. اگه دوست داشتین فقط خلاصه‌شو بگم مثل همین ویدیو، بازم توی کامنت ها بگین. خیلی خوب، اینم از معرفی فیلم امروز. لایک و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. روزتون خوش، خدا نگهدار.